سلام دوستان، من حسنا برزگری هستم و این پیج من حسنا برزگری یا بیده چینجه و به نظرت میخوام از این که صدام تو دماغی شده و امیدوارم آزارتون نده این صدا. و من یه متنی رو از کتاب ایکیگای از آقای هکتور گارسیا دیدم، خیلی واسم جالب بود و مفید بود. گفتم شاید واسه شما هم جالب باشه و مورد مفید واقع شه. یک بار وقتی در حال قدم زدن اطراف معبدی واقع در کوهستان ناگانو بودم، احساس کردم به گذشته‌های دور پرتاب شدم. به آن معبد بودایی وارد شدم و دیدم راهبان در یک اتاق با امکانات ساده و بی پیرایه مشغول مدیتیشن هستند. زمان مدیتیشن آنها تمام شد و هر کدام از راهبان سر کارهای روزمره خود رفتند. یکی از ایشان داخل باغ شد و روی همان نیمکتی نشست که من نشسته و در حال نوشیدن چای سبز بودم. وقتی دیدم او از جیبش یک آیفون درآورد، شگفت زده نگاهش کردم. راهب مذکور وقتی که در حال پاسخ دادن به پیامک‌هایش بود، خوشحال بود و لبخند می‌زد. حتی یک بار خنده جانانه بلندی هم سر داد. سپس آیفونش را در جیبش گذاشت و رو به من کرد و نامم را پرسید و اینکه از کجا آمدم. وقتی در حال پاسخ دادن به او بودم، طوری به چشمانم نگاه می‌کرد که انگار در آن لحظه من تنها چیزی هستم که در دنیای او موجودیت دارد. پس از آن گپ و گفت مقدماتی از او سوال کردم: شما که تمرین ذهن می‌کنید، آیا داشتن آیفون خلل و مزاحمتی برایتان ایجاد نمی کند؟ و او این چنین پاسخ گفت: نشستن ذهن است، قدم زدن ذهن است، آیفون ذهن است، با این حال متزلزل نباشید. پاسخ راهب را می توانیم طور دیگری هم بیان کنیم: وقت نشستن بنشین، وقت قدم زدن قدم بزن، در هر کاری قاطع و محکم باش. خلاصه که این کتاب خیلی سخنان گوهرباری داره و این واقعا برام جالبه این کتاب و امیدوارم واسه شما هم جالب بوده باشه و ممنون میشم این ویدیو رو لایک کنید و واسه من کامنت بذارید و منو سابسکرایب کنید و همچنین اون زنگوله رو هم بزنید. مرسی. تا ویدیوی بعدی، خدا حافظ.